نام خدا، اسم من بوبانی، یک تن از معلمان می باشم و تقریبا 9 ماه میشه که من تدریس میکنم. 3 ماه کتاب اساسی را، 6 ماه میشه کتاب اساسی را درس دادم و حالا فعلا کتاب معبد درس میدم. از بیش شاگردای ما حتی نام خدا نشته کردن نمیتونستن، بسیار فامیلاشون اجازه نمیداد که به مکتب برن. برای تسخیر حالا اجازه میتن که حالا اینجا آمدن درس میخوانن، نام ناشته کردن میتونن، لوح خوانده میتونن، شماره موبایل حتی نمیفهمن، حال شماره موبایل هم میفهمن. ما بسیار از این پروژه نسکو بسیار خوش هستیم که بسیار در سطح ولایت در قریجات کورس‌های را آماده ساخته به خاطر رفع مشکلات بسیاری از مردمای ما نمیتونه که در طرف برن در شهر برن، اجازه نمیده فامیلشون که درس بخونن. لوح‌های شفاخانه، لوح‌های معاینه‌خانه و دکتر و چیزا مثلا از فروشگاه ها را یا کلش میتونیم حالش کنیم. این برکت کورساز دیگه. که اولا میرفتن در بازار مثلا چیزی را خریده، وقتی که میخریدن نمیفهمیدن پیسهشان چقدر میشد یا میفهمیدن که چقدر پیسه میشه. شاید بیشتری از زنا در حساب کردن لایق هستن اما نوشته نمیتونستن. حالا شکر خدا میتونن که نامای خدا بنویسن و حالا میتونن که یک کلینیک مثلا یا یک پیش دکتر برن، لوحشان بخونن. بسیاری از مشکلاتشان رفع شده. ما غواړم چې همدارنګه کله تکلیف رامخ مګر نه چې تللو ډېر ستونزو سره مخامخ کېدلو او نه لوحې ویلو شو او نه شمارې د موبایل شمېرې نشو ویلی. اوس کې ډېر ښه سواد زموږ ترلاسه شوی دی او د په هر شي باندې پوهېږو که لوحه کوم چیرې وي ګورو او یا هم د کومه درملتونې وي هم کوم ډاکټر ادرس وي غواړو په ډېر اسانۍ کې پیدا کوو. ما از کورس سوادآموزی بسیار چیز یاد گرفتیم. مثلا از همین که یک شماره تلفن گرفتم میتونم یا یک لوحه خوانده میتونم، یعنی خودش یک کمک بسیار است. سلام، خوب هستی؟ جان جور است؟ خیر هستی؟ چی دست باشه اولاد؟ تقریبا زیادشون مشکلات زیادشان حل شده. مثلا شما خودتان پرسان کنین خیاطی اگه میکردن وقت اگر به بلیس میکردن حالا اونا میتونن که قدندان بگیرن. بعضیشان شاگردای ما به مکتب شامل شدن، از این سوادآموزا به مکتب هم شامل شدن. دیگه مشکلات خانه خود حل کردن میتونن. خانمایی که هستن میتونن که به طفلای خودشان کمک کنن. تخیدات قیردار از آجیب شیخ آباد. همین پروگرام شما بسیار یک پروگرام خوب است. هم کورس بیسوادی درس یاد گرفتم، یک چیزی آموختن. من نکوچم تدیر شم خود چیز لارش مونگالا هوایلش درس پیدا کولش یا کار چیزش خپل نمونه مونږ یاد نداره، خپل نمونه هم یاد کړ، پلار نمونه هم یاد کړ. زیاد خوش هستیم که برنامه را بر ما برای انداختن که خانمایی که سواد نداشتن از سواد یاد گرفتن و در فامیلای خودم کمک میکنن. ما زیاد خوش هستیم. کوڅه ټوله غریبانه ده، نریم بیکاره دي، ښځې دغو کورسو ته یې سترګې نیولې دي. خدای مهربانه دی، پادشاه مهربانه دی، زیاتې خدای مهربانه دی. باشن یک به اصطلاح با ریاضی یا درش کمک کنی. حالا خیلی تغییرات خوبه در زندگی ما. حالا میتونن دیگران هم تشویق کنن تا بیاید در سوادآموزی درس بخونه تا از این سواد بهره مند شه یا تا بتونه در خانواده خود مردم خود کمک